ساده ترین آموزش پالتو 1 دقیقه مستقیم روی پارچه در اینستاگرام. بفرستش برای دوستت. پارچه رو با این ابعاد تا بکنید. 6 تا 8 سانتی متر فاصله بده در قد پالتو. 1 دوم سرشانه عدد 20 کافیه. 8 در 7 یقه رو بکشید. یه شیب 3 سانتی متری رسم بکنید اندازه حلقه آستین. 1/4 سینه و 1/4 گشادی پالتوتون رو حساب بکنید. خط پهلو به دست بیاد. این خط رو ادامه دادم و یک نیم ساز میکشم طوری که 9 سانتی متر وارد الگوی بالاتنه بشه. از بالا 1 سانت شیب بدید، موازی با اون قد آستین رو بزنید. 7 سانتی متر از قسمت یقه پایین و 2 سانت از این خط صاف بالا میریم. منحنی رو رسم میکنیم، برش میزنیم، برمیگردونیمش. از همین الگو برای قسمت پشت استفاده میکنیم. ترمیم و 2 سانت یادتون نره، قیچی میکنیم و حالا الگوها رو دولایی بسته میندازیم و یقه رو رسم میکنیم. پهنا